حوادثی که افرادی که شانس آوردن و اتفاقات ناگوار از گوششون رد شد به شما نشان داده میشه. امیدوارم لذت ببرید. اینجا میبینید ماشینیه که داره میره و ناگهان تغییر مسیر میده و آبری که خطر از بیخ گوشش رد میشه. یا در اینجا میبینید که پنکه از بین سر هوا رد میشه و اینجا میبینید که پسری که داره از پشت درخت میاد و ناگهان ماشینی میاد جلوش ایست میکنه. این هم همینطور همونطور سواری میبینید که ناگهان ماشینی دند عقب گرفته و بردش میکنه. یا اینجا دوچرخه سواری که واقعا شانس آوردن. این آقا عدم توجه به خیابان یه قدم دیگه رفته بودم. Going to the pink store too. What? این هم واقعا شانس آورد. یکم دیگه But I waited. نامه رفته طرف But I waited. Whoa!